چی خوش گفت پیغمبر راستگو، ز گهواره تا گور دانش بجو. لشکریو دی پوهنی مشتری رنا کو وطن رنا کو وطن رنا کو لشکریو دی پوهنی مشتری رنا کو وطن رنا کو. حصول علم و دانش برای هر مرد و زن فرض است. مؤسسه کمک به معارف افغانستان از سال 1996 الا اکنون برای زنان و دختران بازمانده از تعلیم در 9 ولایت افغانستان فعالیت می نماید. مکاتب کمک به معارف افغانستان یگانه مکتبی است که خانم‌های بزرگسال به خود جذب میکنه و زمینه تحصیل برشان مساعد میسازه. مکتب کمک به معارف و شاگردایی است که سنشان بالا است و از تحصیل باز ماندند. گناه این همه شاگردانی که نسبت به جنگ‌ها و مهاجرت‌ها از تحصیل باز ماندند چیست تا باز هم بی‌سواد و محروم از تحصیل بمانند؟ اولیای شاگرد هستم. دختره که ما در زمان حکومت طالبان از تحصیل مانده بود، زمانی که همین مکتب ایجاد شد، چون سن دختر ما واجد شرایط مکاتب دولتی نبود، به این اساس ما دختره که ما آمدم همینجا شامل کردم، فعلا به تحصیل خود ادامه میده. خارجی که در این کمک هایش دست داشتن، آن فکر میکنم که همین کمک ها کمتر، مساعدت هایشان کمتر شده. مؤسسه کمک به معارف افغانستان با محدود شدن کمک های جامعه جهانی ناگزیر خواهد بود مکاتبش را به روی این شاگردان ببندد. اگر این مکتب بسته شود سرنوشت تعلیمی ما خواهد چی شد؟ چرا ما باید بسواد بانیم؟ آیا ما حق تعلیم نداریم؟ اگر احیانا این کمک ها از بالای این مکاتب قطع شود سرنوشت این شاگردان چی خواهد شد؟ چی در کمکونه قطع شویدی نپیگم پاینده که ده شاگردان راتون که او ده مکاتب راتون که چه شکلی. ما میخوایم که مرتشی بگه مادرم بی‌سواد است، حالی در خانه چیز نداریم که بخوریم. آیا باور دارید که با سواد شدن یک زن یک خانواده را با سواد می سازد؟ اگر همین مکتب نمی بود و آل نباشه، ما به اصطلاح ایران ماندیم که سرنوشت اولاد ما چه قسم خواهد شد. اگر این مکتب برای ما بسته شود تمام آرزوهای ما در دروازه آرزوهای ما برای ما بسته میشه. ما باید چرا بهترین بمانیم؟ گناه ما چیست؟ همین دختره که ما صاحب ما کجا ببریم؟ 20 ساله دختر است. ما در کدام مکتب دولتی ببریم؟ مکتب دولتی نمیگیره. جواب دادیم ما را. پس حالا که کمک ها نیست ما کجا بریم درس بخوانیم؟ نمیشه که این مکتب نیمکله بانه و آینده ما معلوم نشه و ما بی سرنوشت بانیم. من ایران هستم که بعد از بسته شدن مکاتب کمک به معارف ما چی کنم؟ اگر بدین باور هستید که جنگ و بدبختی ناشی از بیسوادی و سطح پایین دانش مردم است، تمام جنگ ها، تمام بدبختی ها، تمام عقب ماندگی ها مردم صرف به خاطر بیسوادی است. چرا کمک نمیکنین که دخترایتان و خواهرایتان علم بیاموزند؟ وطنهای عزیز ما خواهش میکنیم که ما را در این عرصه تنها نمانند، ما را کمک کنند. اگر فکر میکنید که اساس یک جامعه مرفه را با مردم باسواد میتوان پایه‌گذاری کرد، پس بیایید با ما به کاروان علم و دانش بپیوندید و از کمترین امکاناتتان این شاگردان و معلمان را کمک و یاری رسانید. زما لورم دلته دې مکتب کې درس وی او دویم نمره ده او مو خوشاله دي دې مکتب نه ډیر. زه تقریبا چې زما څه کومک د وسې کېږي کولی شم ورسره کوم. در هر گوشه دنیا و افغانستان که هستید می توانید برای حمایت از مکاتب این مؤسسه داخل اقدام شوید. ما هر لحظه حاضریم به شما تمام امکانات بازدید از این مکاتب و شاگردان را مهیا نماییم تا با اطمینان کامل کمکتان را به شاگردان عرضه نمایید. جهت معلومات بیشتر لطفاً با شماره های زیر در تماس شوید. 0797 320 831 0799 42 85 12